ببین منو، اگه جوانتر از سنت هستی به خاطر ذاتته نه پوستت. ویدیو رو داشته باش. اگه از سنت جوانتر به نظر میای بدون معنی عمیقی پشتشه. این فقط به پوست و چهره ربط نداره، به روحت برمیگرده. روانشناسی میگه آدم‌هایی که جوانتر دیده میشن یه چیز درونی همراه خودشون دارن، یه مقاومت قلبی، یه سبکی روح که گذر زمان نمیتونه ازش کم کنه. تو طوفان‌های زیادی رو گذروندی اما نذاشتی تلخت کنن. تو سکوت گریه کردی اما هنوزم دلیل برای لبخند پیدا میکنی. جوون موندن یعنی سالها رو فراری ندادی، بلکه یاد گرفتی چطور زندگیشون کنی. تو صلح رو به جای دعوا انتخاب کردی، رشد رو به جای کینه، درمان رو به جای زخمی موندن. بدن فقط چیزی رو نشون میده که روحت حمل میکنه.